بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. خواهرم آینه عزت نمایی، رمزی راز خلقتی ارزو سمایی، از گلیم خود من پایت بیرون، رحم بر وادی جهل و جنون از اروپا تو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. حضار گرامی، برادران مؤمن، نظر به جمعه های گذشته ما که در مورد حجاب سخن گفته بودیم، موضوع دیگری هم یک ارتباط قوی با او موضوعات ما داره، مسئله ولیمه است. زمانی که عروسی صورت میگیره، کسی که زن در خانه آورده، الله تبارک و تعالی خانهش آباد کرده و بنیاد خانواده خود گذاشته، برای شکرگزاری نعمت الله تبارک و تعالی دوستای خود دعوت میکنه و طعام برای ازواج تقدیم میکنه، پیش میکنه. امروز در این مورد ان شاء الله صحبت میکنیم. با این خاطر صحبت میکنیم که در این طور ولیمه ها که امروز یک رنگ دیگر گرفته و فرهنگ های بیگانه ها جایگزین فرهنگ اسلامی ما شده و سبب ضیاع اموال و بدبختی های خیلی بزرگ و فسادات ناشایسته شده، از او خاطر در این مورد امروز سخن میگیم. ارتباط قوی با موضوع سابق ما به خاطر داره که امروز مسئله ولیمه رنگ دیگری گرفته. اکثر در هتل‌ها صورت میگیره و در هتل‌ها کارهای انجام داده میشه که حتی عقل انسانی هم او را نفرت میکنه. هیچ وجدان سالم و با غیرت همچو کارا را درست نمیشماره، ولی با تأسف زیر تاثیرات کسی رفتن و از رواجای قوم زیر تاثیر رواجای قوم رفتن باعث ازی شده که بسیار مردمای عاقل ما، بسیار مردمایی که دعوای دین دوستی را داره، متقی ما هم همچو کارا را انجام میده، صرف به این خاطر که مردم ما را بد نگویه، یا به این خاطر که طرفو یا بزرگداشت خود در پیش مردم پیش میکنه که ما اینی قدر توانایی و قدرت داریم که توی خود در فلان هتل میگیریم. تأسف در اینجاست که مردم ما هم چون منظورشان آخرت نیست، ایمان به الله تبارک و تعالی نیست، صفات الله تبارک و تعالی را عقیده درست نداره، معلومات از مقصد زندگی خود نداره، بجای ازی که برای مردم ما امور آسان بسازه تلاش میکنن امور خیلی سخت بسازه، خیلی گران بسازه، دشوار بسازه. و این باعث ازی میشه که یک تعداد جوانای ما چون توانایی پرداخت همچو هزینه های هتل نداره، مجبور میشن که ترک ازدواج بکنه و راه دیگری را انتخاب کنه برای پورا کردن شهوات خود که او مسئله زنا و فاحشه کاری است که امروز شما خود مشاهده میکنی همچو امور در کدام حد رسیده. علت یا سببش کدام مردم شده، کدام مردم در این جرم هایی که جوانا انجام میده شریک هستند، از هتل والا گرفته تا او مردمی که میتونه عروسی خدا به شکل ساده و بسیط در زیر چوکات اسلام در خانه خود بگیره، اما او باعث شده که او مردم نعوذ بالله منجر به این بسازه
که چون در ماحولش امی کارا صورت میگیره نمیخواه که عروسی را در خانه خود بگیره. چرا؟ طعنه‌خوری مردم میشه، مردم برش بد میگه یا عیب سرش میلگانه. مجبور است که آلی بندوبست ازی را بگیره که من در هتل عروسی بگیرم و در هتل عروسی برالا گپ است که کدام مصرفی در اونجا میشه. او خیلی مصرف انگفت و از وس و توان مردم بیچاره افغانستان خیلی بالا است. عزیزان گرامی، آیات قرآن کریم در این مورد برای ما این هدایت میده: مومن زندگیش متوسط است. الله تبارک و تعالی در زندگی ما آن چیزی که تقاضای وجود ماست هیچگاه الله او را مهمل نگذاشته. اگر وجود ما هر تقاضای داره، الله تبارک و تعالی امو چیزی که تقاضای وجود است او را خیلی مناسب، خیلی موزون و خیلی برابر روا کرده. نه در او افراط باشه و نه تفرید، نه زیادت باشه و نه نقصان. الله تبارک و تعالی انسان پیدا کرده، از همه خواهشات انسان و مطالبات انسان آگاهی داره. از امو خاطر است که الله تبارک و تعالی با آن چیزی که ضرورت انسان خیلی زیاد است زیاد چیزا را برش پیدا کرده و آن چیزی که ضرورتش کمتر است امو مقتضا یا چیزی که ضرورت است او را کمتر پیدا کرده. یعنی هر چیز الله موزون و مناسب پیدا کرده. برای انسان چون ضرورت به تشکیل خانواده داره، بدیهی است که عقد ازدواج باید در پیش روی خود بگیره. الله تبارک و تعالی در اینجا بعضی حدود یا چوکات های بر ما وضع کرده. با چی کسی نکاح شوه، مسئله نکاح به کدام سیستم صورت بگیره. مسئله نظام خانواده خیلی یک نظام بزرگ است، یک بخش دین ما را تشکیل میده و اصل در حقیقت اساس یا خشت اول اجتماع انسانی امی نظام خانواده است. از امو خاطر دین مقدس اسلام به نظام خانواده اعتنا یا اهتمام خیلی بیشتر کرده. مسئله ازدواج آنقدر مراحل داره که از خواستگاری گرفته تا وقتی که زن در خانه داماد یا شوهر خود می روه، این کلش دین مقدس اسلام برش قواعد و قوانین داره. خودسرانه یا آن چیزی که مردم از خود جور بکنه و سرش بنا بکنه امر ازدواج، این را اسلام رد میکنه. از امو خاطر است جامعه اسلامی باید فرق داشته باشه با جامعه غربی، نعوذ بالله. در اینجا اسلام قوانین داره، این قوانین باید در نظر گرفته شوه و بعد از او ازدواج صورت بگیره. ولی با تأسف دوری از کتاب الله و از احادیث پیغمبر باعث با این شده که بسیار مردم ناآگاهانه بدون این که بدانه سرنوشت بچیم یا دخترم در کدام سرحد میرسه، ناآگاهانه کاری را انجام میده که آینده جنجال برای خودش و گناه در پیش الله تبارک و تعالی است. خصوصا مردم ما در حق دخترای خود آنقدر ظلم راودار هستند که حتی او را حیثیت انسان هم نمیده. اولاد خود حتی به منزله فکر میکنه که یک حیوان محض است، نعوذ بالله. در هر جای که قیمت بیشتر داره در امونجا باید فروخته شود، بدون از اینکه سوال مراجعه بکنه با امرای دختری خود که آیا تو خوش داری یا نداری. با بچه ای مشوره ها صورت نمیگیره، در حالی که دین مقدس اسلام رضایت اولیا و رضایت دختر و بچه را شرط اولی صحت نکاح میدانه. دیروز یکی از خواهرها برای ما میگه، گفت من بچه ای را برای ما پیش کردن که تو را وقت لوز داده، بعد از او از ما سوال میکنه که دخترم تو را در فلان میدیم. ما گفتم که پدر من خوامیق حق داشتم که لا اقل امی بچه را ببینم دیانتش چقدر است. ما زندگی با حجاب میخوایم، ما زندگی زیر قوانین اسلام میخوایم و تو شاید مرا با کسی پیش میکنی که او آدم نعوذ بالله قطع فطرت و طبیعت ما قطعا مخالف باشه. ما خواهری را سراغ دارم که برای ما گفت مولوی صاحب شوهرم برای ما میگه که تو باید قولایت لج باشه، حتی در بیرون هم باید برایی. من نمیره خوش دارم. گفت چطور زندگی کنیم، چطور ما زندگی ما جور شود. ولی با تأسف این مردم ما که کتاب الله تبارک و تعالی را یک روز برش ننشسته، از هدایت ارزندی الله تبارک و تعالی آگاهی نداره که من چه قسم اولاد خدا زندگیش جور میکنم، چی بچه باشه و چی دختر. این مسئله یک روز یک ساعت نیست. شاید تو یک میمانی خیلی چرب و لکس خورده باشی و چند کلمات خوش آمد و پیش آمد امو دامات دیده باشی، اما آگاهی نداری که دختر من یک عمر قطع از زندگی میکنه.
خوی و اخلاق ای آدم، دیانت ای آدم به کدام سیستم است، چه قسم است. از امو خاطر بیشتر مردم توجه به چی میکنه؟ توجه به مادیات دنیا میکنه، کشف فش دنیا را میبینه. سعید ابن مسیب رحمه الله بزرگ تابعین است، شخصیتی است که در اسلام از جمله فقها شمرده شده، محدث شمرده شده. بچه پاچا دخترش خواستگاری میکنه لیکن نمیده، اما به شاگرد خودش برش میگه زنش وفات کرد، در غمگین است، در درس حاضر نشده، خیرت است، کجا بودی؟ او میگه اینی طور زنم وفات کرده. سعید ابن مسیب قطعی زن خود مشوره میکنه فلان شاگردم زنش وفات کرده، خانش خراب شده و شخصیت مناسب است، علمیت داره، تقوا داره، اخلاص داره. این قسم شخص موضوع نخواد به دختر خود دیگه پیدا کرده بتانیم، خود پیشنهاد میکنه برش دختر میده. اما امروزی گپا وجود نداره. با دختر مشوره کرد، دخترم اینی قسم گپ است. دختر میگه چیزی که شما رضایت میبینی. دختر کدام دختر است؟ از نگاه جمال اول لنبر است، از نگاه علم اول لنبر است. روزی که شوهرش میخواه که بیرون برای برش میگه کجا میری؟ گفت برم در حلقه درس پدرت بشینم برای تحصیل علم. گفت چیزی که پدرم برات میگه اینجا بشی که ما برات بگویم. امروز کجاست؟ امروز هم احساس و شعور کجاست؟ ما و تو مسلمان چرا این شعور اسلامی خدا گم میکنیم؟ چرا خدا میبازیم؟ چرا زیر تاثیر سر و صداهای پوچ مردم میرویم و از خود دفاع کردن نمیتونیم؟ با وصفی که عقل سلیم داری، دین اسلام قواعد خوب میدانی، چرا تو زیر تاثیر میری؟ ما چی میگن؟ ما عروسی را در هتل میگیرم، سازنده را میارم. چرا؟ بزرگترین شبهه و اعتراض از یا ایست مجلس عزاداری خونه است، مجلس غم خونه است، شادی است، خوشحالی است. مجلس خوشحالی چی تقاضا داره؟ اما چیز برای تو روا شود. خودتان در این مورد قضاوت بکنی، قاضی شوی. انصاف در دست شما که کدام توی در هتل میشه شما را به الله قسم الا ماشاء الله، به جز از او مردمی که میره سری هتل والا میگه شرط میمانه که گارسون در اونجا نروه. ما افراد خود داریم، نان در زنا خودش ببره. در غیر از او در هتل کدام حالت میگیر که هیچ ساز و سرود هم نباشه. اگر ساز و سرود باشه به کدام رونقی که زنای ما میروه آرایش میکنه، لباس میپوشه. تو را به الله قسم که در عمرت امی زنت بری تو امی قسم زینت کرده، امی قسم آرایش کرده، امی قسم لباس در خانه برای خوش کردن تو پوشیده، در حالی که تو تقاضای ازیره داری. و زن باید امین جای اطاعت شوهر خدا بکنه، خود نکرده. خیر چرا ما تو زیر تبلیغات مردم میرویم؟ الله برات میگه بخوره بنوشه. مسئله خوردن نوشیدن امر ضروری و امر طبیعی انسانی است. زندگی پیش نمیره، حیات انسان باقی نمیمانه. اما قرآن کریم برای تو حد گذاشته، برای تو میگه ولا تسرفوا، اسراف نکن. اسراف چی را میگه؟ آن چیزی که از حد اضافه میشه. از حد اضافه دو قسم است. یکی که آنقدر ضرورتی که تو از تو را خوردی دیگه هم شروع کرده او میخوری، در حالی که وجود تقاضای خوردن نمیکنه، این را اسراف میگه. دوم، ضرورتی تو تکمیل میشه توسط یک نوع طعام، اما تو 20 نوع طعام برابر کرده. بعد از گذاشتن قابهای طعام از یکیش از دیگیش فقط دست بزن، یک لقمه را وردار. شما خود مشاهده میکنید در هتل‌ها چی طعاما، برنجا، گوشتا، همه گپا دست خورده پس میره در زباله‌دانی ها، در حالی که در وطن ما یتیما و بیوه ها به نام الله تبارک و تعالی 1 روپه و 2 روپه از تو سوال میکنه، خود تو برش قایل نیستی. در یکی از جنازه ها گپ زدم، یکی از برادرها برای من خیست، آدمی خیلی فامیده بود. گفت مولوی صاحب آن چیزی که میگی تو گفته یا دیده یا شنیده ای، لیکن ما چیزی که با چشم سر مشاهده کردم برات میگم. در یکی از عروسی ها خبر بودم، در پیش جناب میزبان کسی که ما را دعوت داده بود چند دقیقه استاد شدم که بیرون هتل استاد بود برای استقبال و پذیرایی مهمانای خود. یک کمی نزدیک شدم، از پیشش پرسان کردم که جناب حاجی صاحب چقدر نفر دعوت است؟ گفت 1800 نفر دعوت دادیم.
بعد از او پرسان کردم که آجی صاحب فی خوراکی نفر چند دست پیشیت میگیره؟ گفت یک کمی مراعاتم کرده فی نفر 500 افغانی. گفت 1800 نفر 9 لک افغانی شد. همینجا نستاده بودم که زن چادری کونه آمد به نام الله عظمی جناب حاجی صاحب 10 افغانی را طلب کرد. به الله قسم اگر 10 افغانی را داده باشه. شما ببینید که اینطور مسلمان در روز قیامت به پیشگاه الله متعال چی جواب داره؟ کدام جواب است؟ دین مقدس اسلام روز خوشی ما را به غم تبدیل نمیکنه. برای ما فرمان داده، پیغمبر علیه السلام اجازه داده اعلنوا النکاح بالدف، نکاح را شما اعلان کنه. فرق در بین زنا و نکاح به این میشه که نکاح علنا میباشه، مردم خبر میشه. به دایره زدن پیغمبر علیه السلام میگه فصل ما بین الحلال و الحرام، جدایی آوردن در بین نکاح حلال و حرام به زدن چی است؟ به دف زدن است که شما دایره بزنی که اعلان شوه که بله اینمی نکاح هست، نعوذ بالله زنا نیست. زنا به حالت سری و پنهان صورت میگیره که هیچگاه هیچ کسی هم خبر نشوه. پیغمبر علیه السلام میگه که جدایی در بین نکاح حلال و حرام چی است؟ الدف، دایره زدن است، و الصوت، آواز بلند کردن است. فی النکاح، در حالت نکاح. دین مقدس اسلام ما را منع نکرده. اظهار خوشی، داخل کردن مسرت و خوشی در قلب مسلمان در همچو مجالس برای ما اجازه داده اسلام، لیکن در حدودش. افراط در این نباشه، سازنده آورده نشوه، موسیقی نباشه در بینش که مردم در ساز هر کدامشان شانه بزنه. از شما سوال میکنم، میره در بسیار تقریرهای خود در هنگام عروسی گفته، در هنگام عروسی گفته جنابای محترم میاد پشت سر مولا صاحب میگه بیا مولا صاحب که عقد نکاست در کجاست؟ در فلان هتل. مولا صاحب یک کمی که متقواداریش است برش میگه نه در اونجا من نمیرم. برش چی میگه؟ مولا صاحب یک اتاق که علایده هیچ کسی نیست در اونجا، موسیقی در اون طرف است. خب گوشیتان آواز کنی. مولا صاحب به خاطر 500 افغانی یا 1000 افغانی به ملا 1000 هم نمیده، پاکتش دبل میکنه دایره میگذاره، خب کلش که شمار کنه 300 و 400 روپه میباشه، قطعش روان میشه. خب ملا صاحب یک روز برش نگفت که نه جناب شما جور آمدیتان آمده، از طرف داماد و از طرف دختر والا کلیتان همونجا یک جای هستی، بچه و دخترم بالکل با هم موافق شده، بس دیگه خالد ببر نه بدی به مردم خلاص شد. برش میگه که مولا صاحب نکاح که نشوه خود زنا میشه، زنا شوه چی فرقی داره؟ وی زنا حرام است، خبر ما مسلمان هستیم. همینطور میگه نمیگه؟ بسیار با شدت با کلمات سخت. حالی ما را تو چی فکر کردی؟ حیوان خو نیستیم؟ نعوذ بالله بیدین خو نیستیم؟ مولا صاحب برش آهسته کده نمیگه که جناب اگر عقد نکاح صورت نگیره زنا میشه، حرام است. این موسیقی و ساز و سرود چی است؟ این پول باد کردن سری سازنده چی است؟ این زن رقصیدن چی است؟ این اونجا که گارسونا شانه خود در زنت میزنه او چی است؟ این لباسی که لباس فساق است که پوشیده زن تو و دختری تو هیچی است؟ یا حلال است؟ برای از کدام وجه داری؟ خیر عجیب است که اسلام میگه آن چیزی که دلم میخواه او برای من حلال است. اگر اسلام حرام بگویه خب پیش من حلال است، خب لیکن که دلم نمیخواه خیر است، باز ما او امر عملی میکنیم. برادر مسلمانم از کجا دلیل شرعی پیدا کردی که امور انجام میدی؟ باز ما خیلی تقاضام داریم، چی میگیم؟ اولاد صالح نیست، والا امیالی از ریشم کش میکنه، برم دو میزنه، خود دیگه اولاد صالح نیست. تو شب زفاف شب اولی تا برقص و پایکوبی تیر کردی،
تو 1000 مردم از 3 وقت نماز جدا کردی، نماز نمیخوانه. اگر کدام از جمله مردا نام نهاد مسجد دمو هتل جور شده می باشه، ملاگک هم برش گرفته، او را ملاگک بگوی. و ملاگک که لعنتی الله سرش، نمیگم برش که اونجا او امامت میکنه. تو برای کی امامت میکنی؟ کدام مجلس اینجا می نماز میخونه؟ کدام است؟ برو مردا کلش رفت نماز خواند. تو را بالله قسم از جمله زنا یکیش الله اکبر نماز میخونه. از شام مجلس تو شروع میشه و تا 2 بجه تو در اونجا بیخو. من 3 نماز گفتم خطا شدم، 4 نماز. صبحکی پدرش نمیخیزه که نمازی صبحم بخوانه. وقتی که در عروسی تو 1000 نفر 4 وقت نماز نخوانده، تو از این طور اولاد و از این طور نکاح و از این طور خانواده و زندگی چی توقعی خیر داشته باشی؟ خب گوشی تواز کن. یک تعدادی دین دوستی ما چی میگه؟ ما خود هتل نگرفته مولوی صاحب، باز تو هم بیایی. خب این خبر هستی، تو هم بیایی. آجی صاحب چطور گپ هسته؟ ساز سرود خو نیست؟ والله ما خو قطش سر و کار نداریم، این بچه ها گپی آدم نمیگیره. و یک مجلسه همون طرفک گرفته. و جنابی آجی صاحب این مجلسه گو طرف گرفته، او مربوطی نیست، او بچه تو نیست، او خاندان تو نیست. چقدر اجازه برش میدی؟ امید جنابای دین دوستی ما، اما روزه ما و شما یک شب جمعه خالی نیست تا 2 بجه را آواز میآید. در ترجمه قرآن کریم کلکینا را بند میکنه، میگه آواز نشنوی. من در چهارراهی حاجی یعقوب ترجمه قرآن میکردم، یک آدم خیلی معمر، بسیار آدم روشن معلوم میشد، آمد در پالویم نشست. گفت مولوی صاحب چی میشه؟ اگر این ترجمه را در لاسپیکر نکنه ما را از خو کشیده. ما دیگه چیز براش نگفتم. من گفتم خیلی خوب، بسیار پیشنهاد خیلی خوب کرده ای، ولی یک سوال از پیشت میکنم، اگر همین سوالم جواب گفتی. گفت بگو. من گفتم تو را به الله قسم، اونوجا پارک است، اونوجا در پالوش سینماست، شیری اخپزی آنقدر تایپش بلند است، آنقدر خواندنای قوی کرده. تو را به الله قسم کدام روز همونجا رفتی کمی تایپ کمی پخش کو برادر، من اینجا خانه است هیچ خو کردن نمیتونم. لا جواب شد بیچاره. برش گفتم برادری مسلمانم، در روز قیامت به الله چی جواب میگی که تو یک قدر جرأت پیدا کردی آمدی و میگی که ترجمه قرآن کریم در لاسپیکر نکو که ما بیخو میشیم؟ خو یک روز در او فساد نرفتی؟ تو باید می آمدی برای ما میگفتی که مولوی صاحب الله تبارک و تعالی برات اجر بده که توسط لاسپیکر خاندان ما جور شده، درست شده، آواز شنیده، عالی عفت و عزت میفهمه. خو لیکن تو آمده مرا میگی که ترجمه را در لاسپیکر نکن. ما در اینمی طور معاشره و جامعه زندگی داریم. او آدم هم خدا چی میگه؟ بگه مسلمان، کلگی خدا مسلمان میگه. در کدام دین است؟ این مصارفی انگفتی که تو میکنی کدام دین است؟ پیغمبر علیه السلام خب گوشتان بگیری. ولیمه به نزد بعض علما واجب است، در سنتیتش هیچ کس اختلاف نداره که سنت است. انس رضی الله عنه میفرمه که پیغمبر علیه السلام فعل الولیمه، ان النبی صلی الله علیه و سلم فعل الولیمه، ولیمه را خودش انجام داده. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه 2 شخصیت در صحابه خیلی مالدار بود، یکی عثمان و یکی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما. نکاح کرده یک زن. سبا در پیش پیغمبر علیه السلام میره، آثار نکاح در عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه معلوم میشه. در حدیث میطور میاد که عبدالرحمن رضی الله عنه را میگه که کجا بودی؟ رأى اثر صفرة، اثر او رنگی که در حالت نکاح زده میشد، آلی که گل پاشان داده میشه، در مویا و در چیزایش دیده میشد. اینی رقم اثری چی را دید پیغمبر علیه السلام. از پیش سوال میکنه ما هازا این چیست ای عبدالرحمن؟ او برش میگه
قال پیغمبر علیه السلام اینی تزوجت امرأة، من نکاح کردم یک زن علا وزن نوات، به اندازه یک خسته از طلا، من ذهب از طلا. پیغمبر علیه السلام میگه قال بارک الله لک، الله برکت برات بده، اولم ولو بشات، طعام جور کو اگرچه ذبح کردن یک گوسفند باشه. این حدیث چی درسای عظیم بر ما میده. شخصیت پیغمبر به نزد صحابه از وجود خودش پیش است. محبتی که صحابه با پیغمبر داره نخواد که با نفس خود داشته باشه. اولاد بگذار، زن بگذار، اقارب بگذار. پیغمبر علیه السلام برای صحابه از نفسشان قریب است، بهتر است، قابل قدر است. او عبدالرحمن ابن عوف سرمایه دارترین شخصیت صحابه هم است. تویم کرده، زن آورده، پیغمبر خبر نکرده. امروز ما گله و گذار داریم، خیرت بود توی کردم، بس جنگی شد، خیرت بود مرا چرا خبر نکردی، توی کردی و مرا خبر نکردی. بیا از رسول الله صلی الله علیه و سلم ادب یاد بگیریم. پیغمبر برش نمیگه که عبدالرحمن در بین امیق مخلوق خود تنها مرا خبر میکردی. من خو امیق حیثیتی خبر کردن نداشتم که مرا آگاه میکردی. نه، دستی دعا برش میکنه بارک الله لک، الله برات برکت بده، این خوشبختی را الله برات برکت نصیب بکنه. خب برش چی فرمان میده؟ اولم ولیمه جور که ولو بشات، اگرچه یک گوسفند باشه. خب گوشتا نواز کنی. سرمایه دارترین شخصیت است. پیغمبرم خبر نمیکنه، پیغمبرم خفه نمیشه، تا حالی را ولیمه را هم نکرده. چون توانایی داره پیغمبر میگه ولیمه بکو، دعوت جور کو، دوستای تا طلب کو، نمیگه مرا خبر بکو. ولیمه چیسته؟ به اندازه توانایی و طاقتت امو قدر طعام جور بکو که تو وسط میرسه، از این به بالا نباشه. اندازه چه قدر است؟ بزرگترین ولیمه که پیغمبر علیه السلام در ازواج مطهرات کرده چی ولیمه است؟ انس رضی الله عنه می فرماید ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اولم علی امرأة، ندیدم پیغمبر علیه السلام که ولیمه جور کرده باشه بالای یک زنی خود، ما اولم علی زینب، به مو مقداری که ولیمه جور کرد سری زینبه بنت جحش رضی الله عنها. چرا چی کرد در اونجا؟ فانه ذبح شاة، و یک گوسفند ذبح کرد. بزرگترین ولیمه پیغمبر علیه السلام سری ازواج مطهرات ذبح چی بوده؟ یک گوسفند بوده. خب گوشیتان نواز کنی. پیغمبر الله یک گوسفند ذبح میکنه، دوستا را دعوت میده خیر و خلاص. این بزرگترین ولیمه است. علی رضی الله تعالی عنه زمانی که فاطمه رضی الله عنها را در خانه زفاف کرد، پیغمبر علیه السلام برش میگه به علی رضی الله عنه، چی برش میگه؟ انه لا بد، خلاصی نیست للعرس، برای کسی که عروسی میکنه، عروس است، داماد است، من ولیمتین، از یک ولیمه، بعد ولیمه جور بکنی، دعوت بکنی. خب چقدر دعوت. صفیه رضی الله عنها دختر کلانترین یهود است، سردار یهود است، حیی ابن اخطب. صفیه رضی الله عنها را در جنگ خیبر به اسارت گرفته، بعد از او پیغمبر علیه السلام او را آزاد کرده، بعد از او خطش نکاح کرده. پیغمبر علیه السلام در نکاح ازی چی کرده؟ امی حدیث هم انس رضی الله عنه می فرماید اقام النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر علیه السلام قیام کرد بین خیبر و المدینه، در بین خیبر و مدینه، ثلاثا، 3 روز، یبنی علیه، بنا کرده بود بالای بینمی ولیمه به صفیه بنت حیی، بالای صفیه مادر مومنه رضی الله عنها دختر حیی. انس رضی الله عنه میگه من خو خادم بودم، فدعوت المسلمین الی ولیمته، مسلمانا را من آواز دادم، دعوت دادم بیای به ولیمه پیغمبر علیه السلام. چی ولیمه بود؟ چی بود؟ فما کان فیها من خبز ولا لحم، نه در او نان بود و نه در او گوشت، حتی نان خشکام نبود. خیر چی بود؟ امر بالانطاع، پیغمبر علیه السلام دسترخانه چربی را گفت اوار شوه، اوار کرد صحابه کرام از خودشان، فالقی فیها التمر،
کسی خرما را انداخت، و الاقط کسی پنیر انداخت، و سمن کسی مسکر انداخت و بعد از او کلگی از او خوردن. فکانت ولیمته، اینمی ولیمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. چقدر ساده بود، بی تکلف بود. چرا ما آلی خود در سرحد رساندیم 40 ساله میشیم ازدواج کرده ای؟ نه. چرا؟ والا آلی نکاح کردن بسیار سخت شده. چرا؟ یکی خو مهر دختر است، طلا طلب داره. هر دختر تلاش میکنه که طلای از دختری که یک هفته پیش توی شده از او که باید چی باشه؟ اضافه. کالایش از او که باید یکی بر چند باشه؟ بعد 10. شما خب فکر بکنی ای برادرای، لباسی که از هند و چین میاد جور شده به کدام وضعیت او را در جان عروس میکنه که کل جانش نمایان است؟ با کدام قیمت ای را میخره؟ چرا خود در خانه جور نکنیم؟ و بسیار پولی کم، خیلی موزون، خیلی سنگین و زمین، چرا نمیکنیم؟ کدام طرف روان هستیم؟ عقل ما چرا بیگانه میشه؟ ما از دستورات الله و رسول الله چرا پرسان نمیکنیم؟ کدام زن است که از زوجی پیغمبر کده بالاتر باشه مرتبهش؟ کدام زن است که از فاطمه زهرا سیدت نساء اهل الجنه کده بالاتر مقام داشته باشه؟ ولی چه قسم ولیمه شده؟ چرا امروز ما دیگه طرف روان هستیم؟ ولی دعوای اسلام خود داریم، اسلام از ما چی تقاضا داره؟ پیشتر گفتم حاجی صاحب میگه یک روز است، نمیشه مولوی صاحب، یک روز است. امی یک روز مورد امتحان الله تو قرار گرفته ای. امی یک روز که تو در مورد فرامین الله و دستورات پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میکنی؟ چه قسم عمل انجام میدی؟ راستی پرسان میکنی پیش عالم میای؟ چرا؟ اسلام تقاضای از این را داره. بیایی که پرسان کنیم که پیغمبر علیه السلام چی کرده؟ کدام طعام است؟ پیغمبر علیه السلام دستور میده ولیمه چی طور باشه؟ شر الطعام طعام الولیمه، بدترین طعام طعام ولیمه است. یدعا الیها الاغنیا، بسوی ازی مردمای توانا و مالدار دعوت داده میشه، کار توزیع میشه. و یترک الفقراء، فقیرا مترک میشه. پیغمبر میگه که ولیمه تا یک چیزی ولیمه درست جور کن، فقیرا را هم دعوت بده. چرا دعوت بده؟ به خاطر که شر طعام جور نشوه، خیر الطعام جور شوه. مردمی را دعوت بده که وا ضرورت برش داره، نه اون مردمی که ضرورت برش نداره. در حدیث همینطور میاد پیغمبر علیه السلام میفرمه که بدترین طعام طعام ولیمه است. چرا طعام ولیمه بد است؟ اونجا میگه یمنع عنها الفقراء، یا در یک روایتی در میاد یمنع عنها، منع کرده میشه ازی کسی که ضرورت برش داره. من یأتی الیها، کسی که میایه به مجلس و دعوت، خلیکن و یدعا لها من لا یأتیها، دعوت داده میشه او طور کسی که برش نمیه، ضرورت برش نداره. خب بنا بر شرم و خجالت که سبا روز از پیشم گله نکنه، دکان خود اعلام میکنه، کار و روزگار خود اعلام میکنه، برش میه. اوی که فقیر است ضرورت داره که برش میه، برای از او دعوت داده نمیشه. پیغمبر علیه السلام در حدیث دیگه برای ما میفرماید لا تصاحب الا مؤمنا، همراهی و دوستی نکو مگر به همراه کسی که واقعا مؤمن باشه. نشست و برخاستید سر و کارید با همراه مؤمن باشه. ولا یاکل طعامک الا تقی، طعام تو را کسی نخوره بجز از کسی که تقوادار است. او تقوا داره، او طور مردم باید طعامی تا بخوره، اما طور مردم باید دعوت بدی. امروز ولیمه های ما کدام مردم برش دعوت میشه و چه قسم میشه؟ آلی موضوعی اوتلاس، مصارف انگفت. اول از تو سوال دارم، زمان کسی را که دعوت داده جناب محترم برای یک خوراک 100 روپه یا به مثل او بالا بارت 500 روپه، توی خوراک مکمل خورده نمیتونی. اما هر فامیل که از هر خانه حرکت کرده دو طرفه تکسیش 1000 روپه میشه، 500 روپه میشه. اگر ما تخمین کنیم، اندازه گیری کنیم، 200 نفره تخمین کنیم
که در ولیمه ما در فلانی هتل آمده و ادناترین نرخ تکسی را هم 200 افغانی کنیم، 100 از یک طرف و 100 از دیگه طرف، 200,000 به 200 کنیم چند میشه؟ 40,000 افغانی. چند هزار افغانی؟ 40,000 افغانی میشه. 40,000 افغانی کدام چاسکی کنده نمیشه. 40,000 افغانی کدام ضرورت مسجد است که پوره نشوه. 40,000 افغانی کدام بیوه و یتیمی نیست که یک ماه خرچ و مصرفش نشوه. بگویی اگر این یک توی باشه، ما در یک ماه کم از کم مثلا در شهر کابل 20 توی داشته باشیم، 20,000 به 4 بکنی 8 لک افغانی میشه. 8 لک افغانی تو کدام مدرسه است که قطش نمیچله؟ معاش یک ساله 4-5 مدرس برجسته در یک مدرسه 8 لک افغانی میشه. چرا ما مصرف میکنیم؟ توی فلانی است در فلان هتل است. بله در هتل توی در صورت گرفته میشه که تو جای نداری، مردم اضافه است، اما ساعت سرود شرایط سرش بمانی، گارسونا در قد زنا رفت آمد نکنه و محرم نیست. به زنا توصیه شود که به لباسی بروند که واقعا لباس اسلامی باشه، به او اشکالی نروند که او بالکل از شریعت بیرون است. خالی افسوس است مردم این عزت و آبرو و حیا را مکمل از دست میده، مکمل از دست میده. اونجا حیا از بین میره، اونجا غیرت از بین میره، اونجا نه تنها اکتفا به این گپا میشه، بلکه هر صحنه و لحظهش مکمل عکاسی میشه، تصویرگیری میشه، مکمل بیرون در بازار عرضه میشه. امی عالمه می آمدم از مدرسه، یک زنی را گلپوش کرده بود در موتر، شما باور به الله بکنه سر لوچ به یک شکلی که و موترا بود که دنبالش گرفته بود. عجیب است، عجیب غیرت است، عجیب حیا است. یقینا حیا که از بین بره، باز هر کار که میکنی بکن. برادرها ما الحمدلله پابند یک دین هستیم، یک نظام هستیم. این دین و نظام برای ما همه مسائل حدود گذاری کرده، قواعد گذاری کرده، ساده، بی تکلف، بدون از اینکه در زیر بار قرض گم شوی، بدون از اینکه سبا زن جوانی تا بگذاری و بری در بندیخانه های ممالک اروپایی هر روز توهین و تحقیر شوی، قطع بوت زده شوی، به ناموس دشنام داده شود، در بندیخانه ها و تلیسیای ایران بندی نشو. نکو امی کاره. بیا عقلتا فکرتا یک کمی جمع کو، با برادر مسلمانت مشوره بکو، بیشی سنجش کو. چرا ما خود میگیریم دختری خود به اینطور سرنوشت مبتلا میکنیم که باز دیگه غیر غم بخوره؟ 2 روز رفته شوهرش قطعش تیر کرده، باز شوهر گم است، سرنوشت دختر همینطور باقی میمانه. امروز بری امیر رقم حالت هاست، اردو خانواده ایران است. نه دختر در کس داده میتونه در توی که دیگه نکاح بکنه، و نه بگوی اونجا صاحب شوهر است. عمره تیر میشه. چرا؟ داماد گم است، زیر قرض مردم گم است، به خاطر از این رفته که بره قرضا را خلاص کنه. در بندیخانه های ممالک دیگه هیچ سرنوشت معلوم نیست. دختر بیچاره بشینه، اونمو قسم خدا پیر کنه، هیچ سرنوشتی نداره، هیچ راهی نداره. عاملش کیست؟ موت استیم. اگر یک بچه توی نمیتونه، عاملش کیست؟ موت استیم. اگر امروز بدبختی ها میشه، اینمی لوچی ها میشه، اینمی فحاشی میشه، عاملش موت استیم. موت میتونیم در جمعه قبلی ما هم گفته بودیم که با قوم و خیش و اقارب خود، با خیل خود یک مجلس دایر کنیم، کل ما از یکی دیگه خود سوال کنیم مسلمان هستیم یا نه. یک نفر نخواد در جامعه افغانی پیدا شود که بگه که من مسلمان نیستم. باز سوال کس پیشش که مسلمان هستیم، آیا دین اسلام برای ما هدایات داره در مورد مسئله عروسی و ازدواج؟ کسی هم گفته نمیتونه که نه نداره. کتابای حدیثه که مکمل پس کنه. یک بخش بسته در باب النکاح است. باب النکاح شروع میشه، مسئله خواستگاری، مهر، محرمات، مسئله طلاق، مسئله ولیمه، مسئله همه گپایش. یک موضوع نیست که در اونجا ما هدایتی نداشته باشیم. خود چون مسلمان هستیم، عقیده به این دین داریم و خود پابند دین میدانیم، باید ما معلومات کنیم.
چیزی که اسلام بر ما اجازه میده مطابق از او عمل میکنیم. اگر کاکاست، اگر پدر است، اگر برادر است، اگر ماما است، اگر خورزاده است، اگر بچه کاکاست، نکنیم که یکی ما در مجلس بگیم او یک روزی خوشی داریم تو هیچ مصرف نکو، سینهت میاره سازنده را. تو اگر این قدر غیرت داری سینه را در مورد نفقه بیبیت بزن، در مورد نفقه برادرت بزن که اونجا بیرون سوال میکنه، گدایی میکنه. تو اگر این قدر غیرت داری، یک خواهر مسلمانت که در پیش کافر در موترش استاد میشه، اگر تو یقینا غیرت داشته باشی عینا خواهری توست. این لافه که تو زده میتونی که من سازنده را میارم، امی پولی تا بده دونمو خواهر پوت برش بگو که خواهرم اینی پول نفقه یک سالت میشه دیگه، اینجا نبینم در سرک که تو سوال بکنی به کسی استاد شوی، برو در خانت بشی. کدام غیرت؟ سری معصیت غیرت است. و من الناس من یشتری لهو الحدیث، بعضی از مردم ها کسانی است که انتخاب میکنه، اختیار میکنه سخنان بیهوده را. ابن مسعود رضی الله عنه قسم وقتی از پیش سوال میشه در مورد معنای آیت، او میگه والذی لا اله الا هو، قسم به او ذاتی که غیر از او قابل بندگی و پرستش دیگه کس نیست. الغناء، اینمی موسیقی است، نعوذ بالله، امی ساز است. مصداقی آیت امی ساز و سرود است. تو میری ساز و سرود به پولم میدی او میاری. ای اول شب زفافت است. مردم چه قسم میکنی؟ دین به کدام چیز تبدیل شده؟ ما چه قسم پابند دینی خود هستیم؟ چه قسم؟ آیا در اینطور مجالسی که در هتل‌ها گرفته میشه و ساز و سرود است، یا در خانه گرفته میشه ساز و سرود است، آدم شریک شوه یا نشوه؟ شریک شوه؟ علی رضی الله عنه میفرماید صنعت طعاما، جور کردم طعامه، فدعوت النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر علیه السلام دعوت دادم. پیغمبر علیه السلام که آمد، پیغمبر علیه السلام فجاء آمد، فرعا دید فی البیت، در خانه ما چی را دید؟ تصویرا را. فرجع، بازگشت. فقلت یا رسول الله، ما به پیغمبر اسلام گفتی پیغمبر الله ما ارجعک، چی چیز بازگشتان تو را که نه آمدی؟ بی ابی انت و امی، مادر و مادرم فدایت شوه، قربانت شوه. پیغمبر علیه السلام گفت ان فی البیت، یقینا در خانه سترن، اینطور پرده بود فیه تصاویر که دو تصویرا بود. بعد از او گفت ان الملائکه لا يدخل بیتا فیه تصاویر، ملائکه رحمت داخل نمیشه در او خانه هایی که در او تصویرا باشه. دامادش است، بچه کاکایش است، دخترش پیشش است، دعوت اجابتش واجب است. پیغمبر باز میگرده صرف به خاطر که در خانهش یک تصویر است. امروز شما جناباره مردمای دعوت میده که در سر میزش نه تنها تصویر است، مجسمه است. مجسمه لنین ماندگی است امروز. ای پلنگ و ای شیر و ای سگ و ای مرکب و ای گپا خود سر میز است. ای را افتخاری میمانخانه خود میدانه. اگر ما تو واقعا تابیداری پیغمبر باشیم در اموتور مجلس نان میخوری، باز میگردی. چه صحابه بودن، الله اکبر. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه را ابن عمر رضی الله عنهما میمان میکنه. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه وقتی که میره یکی دید تصویر پرده بود، دو تصویر بود، انکار کرد که داخل شوه. ابن عمر رضی الله عنه چی میگه؟ غلبنا علیه النساء، سر ما غلبه حاصل کرده در مورد مسائل زنا سرم زور شده. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه برش میگه من کنت اخشى علیه، او ذاتی که من خیلی زیاد از پیشش میترسم، او فعلا موجود است و من میترسم از الله. فلم اکن اخشى علیک، ما از تو نمیترسم ابن عمر، ما از الله میترسم. سیست که زن سر زور شده، خو ما از الله میترسم، در خانه داخل نمیشم. فوالله لا اطعمو، قسم به الله خوراک نمیکنم، لکم طعاما، خوراک شما را نمیخورم. فرجع، بازگشت، پس گشت. ابن عمر رضی الله عنه ایله را چی وجهش بیان کرد که زنا سر موضوع شده، اینطور تصویرها را آویزان کرده. او گفت من از الله میترسم، از تو خود نمیترسم. باز میگرده، قدم نمیگذاره. در حدیث پیغمبر علیه السلام ابن عمر رضی الله عنه نقل میکنه مرفوعا من کان یؤمن بالله والیوم الاخر
کسی که ایمان به الله و به روز آخرت داشته باشه فلا یقعد علی مائدة، ننشینه بالای دسترخوانی که یدار علیها الخمر، که دور داده میشه، توزیع و تقسیم میشه سرش چی؟ شراب. نعوذ بالله. امروز مجلس های شراب هست یا نه؟ دمو هتل‌ها شراب نوشیده میشه یا نه؟ چطور اونجا حاضر میشیم؟ ساز و سرود است، حاضر شدن قطعا ممنوع است، ناروا و نادرست است، اما ما شریک میشیم. از الله نمیترسیم، از امی آدم از گلیش میترسیم که صبا از پیشت گله میکنه. چطور است اگر ما تو را کارت روان کرد که در فلان هتل عروسی است و در کارتام نوشته کرده سازنده فلان، یا حاضر میشه، باز تو میری در اونجا حاضر میشی، کدام دین است؟ کدام ایمان است که تو را جلب کرده به او طرف؟ کدام است؟ ایمان تقاضای چی را میکنه؟ در خانه همینطور سازنده را آوردی، رفتی چهار تخته برش نشستی، پلوی تا زده را ایستی، تو پرسان کردی؟ اگر ما تابعدار پیغمبر علیه السلام هستیم، در مجرد موجود بودن یک تصویر او نان نمیخوره پس میره، وگرنه دعوت ولیمه و به نزد بعضی واجب بود. پیغمبر علیه السلام حتی تا این اندازه را گفته اذا دعا احدکم، وقتی که دعوت کرده شود یکی از شما بسوی اینمی طور دعوتا فلیأتی، باید آمدن بکنه برش، بیاید. انشاء اگه خوشش شد طعمه و انشاء ترکه، اگه خوشش آمد بخوره، اگه خوشش نامد نخوره، خلی که ناظر شوه. حتی آدمی روزدار هم حاضر شوه. اگر نمیخوره و میفهمی که صاحب دعوت هم از پیشم خفه نمیشه، روزی تا بگیر فلیصلی، در حدیث آمده دعا برش بکن. حتی در حالت روزگیت هم تو باید حاضر شوی، اما در صورتی که در اونجا منکرات باشه، در اونجا امر غیر شرعی باشه، قطعا حاضر شدن نادرست است. امروز ما چرا خود ما رونق میدیم اما مسائل، خود ما مردم تشویق میکنیم؟ اگر ما تو قدم خود بگیریم، بله یک نفر نمیخواه با می سیستم میگه من اینمی کارا میکنم، یک قریبش نرود هتل که اونجا هتلی نان پخته کنه، از چقدر نفر و یک نفرم اونجا حاضر نباشه، باز عروسی خودم بیاره، باز دیگه بفهمه که من کدام آدم هستم، چه قسم هستم. لیکن ما معاونت میکنیم. یک آیت قرآن کریم، یک جمله آیت قرآن کریم برای ما کفایت میکنه، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اولیش الله میگه و تعاونوا علی البر والتقوى، یکی با دیگه دست بده معاونت بکنه با اموری که سبب تقوا میشه، سبب نگاه کردن از گناه میشه. لیکن معاونت نکنی بالای آن چیزی که یک گناه میشه برای الله یا تجاوز بالای حق مخلوق میشه، اونجا معاونت نکنی. اینجا ما معاونت میکنیم. در این شریک شدن در هتل‌ها هم تجاوز بالای مخلوق است. چرا؟ از داماد خود پول گرفته و همین قدر مصارف سرش کرده، تجاوز شد سر از او، و هم معصیت گناه شد، نافرمانی الله، هم نماز ماند، هم اختلاط مردوزن شد، هم حیا از بین رفت، هم عفت از بین رفت، هم مصرف بیجا شد، هم اسراف شد. او الله میگه ولا تبذر تبذیرا، شما کت خرچی نکنی، از حد حدود زیاد مصرف نکنی. چرا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسایی که خرج میکنه بیجا. مبذر کسی را میگه که یا زیاد از حد خرج میکنه یا یک روپیه خرج میکنه خود در راه شرعی نیست، در راه درست نیست. این از جمله اخوان الشیاطین پیغمبر علیه السلام میگه. پس برادرای ما باید بدانیم که محافل عروسی ما با کدام سیستم باشه. بیایی با علمایتان بشیره، مشوره بکنه کدام راه هست که ما خیلی آسان، ساده، بدون تکلف، در فضای صمیمیت و محبت اینمی عقد ازدواج ما صورت بگیره. ان شاء الله در دین ما همه گپا وجود داره بدون تکلف. معاونین یا مدیرای شیطان جور نشوه که یک گپی غلط تقویت بده، که یکی بگو یکی نه دو هتل میگیریم، تون بگوی خوب است مردم باز ما را تانه میده. نه، تانه مردم نترسی. فلا تخشوا الناس واخشوه، از الله بترسی، از مردم نترسی. مردم هر چیز میگه، ما پابند دین الله هستیم، باید از الله بترسیم. الله همینطور حالت نصیبی ما بکنه که ما از الله بترسیم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم. از اروپا تو بیا تقلید مکن، حرمتی دینی خدا تهدید مکن.
در خیابان چهره پردازی مکن، نزد مردم خیمه شب بازی مکن. با هزاران رنگ و آرایش مکن، اجتماع را سلب آسایش مکن. زلفی خود از چادرت بیرون مریز، در مسیری چشمها افسون مریز. این سر و سینه نشان دادن چرا، خود نشان این و آن دادن چرا. خواب غفلت این چرا آهنگ توست، بد حجابی به حجابی ننگ توست. خواهرم تقلیدی به دینان مکن، دشمنی دینی خدا رازی مکن. خواهری من فتنه انگیزی مکن، با اصول دینی خود بازی مکن. از خدا دم میزنی یا از گناه، پیروی شیطان شدی رویت سیاه. پیروی شیطان شدی رویت سیاه. خواهرم من شعر از سوز دل است، پیش الله را سیاه مشکل است. خواهرم تو رهروی عایشه باش، تخم فتنه بر سر اسلام مپاش. خواهرم تو رهروی عایشه باش، پیروی زهرا و هم آسیه باش. پیروی زهرا و هم آسیه باش. پیروی زهرا و هم آسیه باش. قلب احمد را میازار خواهرم، قلب احمد را میازار خواهرم، قلب احمد را